مامان در حال خرابکاری. ها داریم چی داری میکنی الان؟ چی اونو برای چی میکنی؟ اونو نباید بکنی. میخوام پارچه زیرشو بردارم. نمیخوام پارچه زیرشو برداره. میخواد یه میز 500 سال پیشو ببخشه به یکی، حالا داره پارچه زیرشو که مال 600 سال پیشه ور میداره. نه خیر نمیخواد تز بدین شما. اونو خراب کنه اونو برداری ولش کن. خراب که مثلا خراب بشه خودش. خب باشه دیگه، میخوای بدی به چه درست بده مردم. حالا شما میخوای بدی به من. هیچ بکن این حرف که